خجالت بکش تخم سگ. اونی که واسط کف میکنه دلستره، نه من. آفتاب است. 5 تا عشقا میگفتی بدون تو نمیتونم دووم بیارم. میبینم خیلی خوب داری پیش میری. دیگه کوگوشا زنده است، اون طلاق میگیره، اون میده، اون نامزد، اون عاشق اون میشه، اون یکی اون میشه. سلام، خیلی مخلصم. امیدوارم که همیشه لبتون بخنده و دلتون پر از امید و آرامش باش. امروز مهمون ویژمون آقا مرتضی عزیز کرکان. خیلی دلم واسهتون تنگ شده. ای دیدنیه. قراره با هم دیگه ویدیو نگاه کنیم. سعی کن نخندی، هر کی ببازه میبازه دیگه. سعی میکنم به چیزای بی‌نمک نخندم، ولی هر کی ببازه زنگ میزنه به اکسش معذرت خواهی میکنه. یه لحظه قبلش نمیگی که مجازات چیه؟ یه لحظه چی نگو. کسی که قبلا باش بودی دیگه. نه اکس یعنی ایگرگ. من می‌خواستم ریاضی نداریم. بریم آقا امیدوارم که از این ویدیو ما خوشتون بیاد. آخر نگاه کنیم. خیلی مخلصم. مرسی با ما ارزش قائلین ما رو نگاه میکنین. و فرست بریم. نوکرتم یا علی. اونی که واسط کف میکنه دلستره، نه من. آفتاب است. بعد این چاییه درسته رو خجالت بکش تخم سگ. خندیدی یکی این جذبیده بود. آره میکاپ کنی هم دافی میکاپ کنی هم دافی زیر سن قانونی هم دافی. سلام شاطره؟ سلام، سلامتی صاف طبع، جیش بوس ماچ بغل. ممنون. وجود خودت کافیه، احتیاج به هدیه نبود. میدونم خانمی، مگه بهتر از ما هست؟ شوخی کردم دیگه، جوگیر نشو. یعنی تعریفت الکی بود؟ نه خب جدی گفتم. ما هم گوهرشناسیم خانمی. ممنون. is a work of نه ناموزه من واقعا نفهمیدم. اون خنده حساب نمیشه. همه رو میخوایی بخندی نه، تو. اصلا تو از الان از الان به ذهنت بیار که به کی میخوایی زنگ بزنی. نه داری واقعا بی‌نمک بود. چرا خندی؟ از بی‌نمکیش خندیدم من. مشروب دزدید، گذاشت تو خشتکش. سلام دوستان عزیز، امروز اومدم بهتون آموزش بدم که چجوری بدون سشوار موتون رو خوش کنید و از مصرف برق صرفه جویی کنید. آماده اید؟ با این روش حتما موتون خوش کنید. You are not Kendall Jenner. You are not Bella Hadid. You are not Gigi Hadid. You are not Hailey Bieber. You are حمید معصومی نژاد. بگین سه بزو سه جلو سه جو و سه کا بزو جلو جو کا سه بزو سه یه چیزا اشکال نداره. 6 تا. اولا از آقای یاس عذرخواهی میکنم که آهنگ اونو دارم اجرا میکنم. دوست ندارم فردا بسا در دست من شکایت کنه. طرفداران جنوبرم مثلا همه رو میتونه ببینه. فهم کنم آهنگ یاس حفظ مبلدی بخون. من چون زیاد وقت ندارم یه آهنگ یاس میخونم میرم. ان شاء الله که نبینه یاسین. این زندگی بهت میگه بادو تو باید از خستگی زوب کنن و به دیوار من شوک کنن و یکی نیست بری چه یکی نیست یه امیدی به دلت بده اونی که برن و باید اونه گله انشالله که نبینه آقا یاسین. عشقا میگفتی بدون تو نمیتونم دووم بیارم. میبینم خیلی خوب داری پیش دیگه میری. کوگوشا بفرست واسه یه کاری عشقا. خانواده یک فیلم های سریال هست آموزنده نیست. سریال ترکیه میزنن، خیلی کار بدی هستن. ما مسلمون نیستن، مسلمان هستن، زنده هستن. اون طلاق میگیره، اون میده، اون نامزد، اون عاشق اون میشه، اون یکی اون میشه. تو قالب دوست دختر دوست پسر برآمده. دوست دختر چیز خوبیه؟ چی؟ دوست دختر سوخته؟ الو سلام استا با پنجره گوش میزن.
Onu açılanda bu açılmır, bunu açanda o açılmır. Hiçbirisi açılmır, neyniyək? Salam dayı, dayı bizi bir nəsiyyət elə, sağ ol. Dayı boğuldu. Dayı. اینو یه بار Çıktı. Dayı. کن نصیحت کن. Dayını yapış boğazından çıxart. Biraz divar, biraz divar. تو رو خدا بر باباتون اینستاگرام من اون کنم. خواهی دوست داشت. چی دوست خای داشت؟ خای عزیزم. این ماشین خودمه آوردم دندقه بیایم زدم به در خود خد افتاد یه خود خد افتاد این ماشین خودمه آوردم دندقه بذارم یه خود خد افتاد ماشینم اینا این ماشین خودمه اینا آوردم دندقه و آوردم یه خود خد افتاد اینا ماشین خودمه داشتم دندقه می آوردم خد افتاد چرا تکرار میکنم؟ اینه باید درست کنم به دوربین کنترل سرعت نزدیک میشه. چرا؟ این که حرف بشید یارو یه بود زده به ماشین داره فرار سیمبا داوود هم اینجا داره میخنده یه کفتار اینجاست، کفتار. داوود کفتار. کفتار رو نگاه کنید، کفتارا. چیو؟ این کفتار است. این کفتار. کفتاره کفتار گل منو اذیت نکنی بد کرد چشاشو تر نکنی بعد من دیگه کسی سمتش نیاد چشاشو خوش نکنی نفسمو قطع نکنی بارونو خبر نکنید بعد من سیبلاش فاهمه کرده شو زیاد منو صدا بزنید بچه ها دیگه انتخاب توه. میخوای من پولدار باش میخوای نباشی هری. صدای مامانشون اومد آخرسن باختی میشه یه دقیقه داوودم بیاد تو سر یه دقیقه داوود بلند شد آقا داوود رفیق خوبم که خیلی مخلصم آقا 7 بار خندید من 6 بار مرسی که ما رو همراهی میکنید پشت صحنه ما مرسی میتونی بشین دمت گرم کلی خندید داوود خب میگم برای باباشون اولا که اینستاگرام نصب نکنن خب دوم که موهاشون خودشون خوش خب دوم خواهی داشت چی داشت؟ من از مرتضی میخوام که زنگ بزنه به اکسش و بهش بگه که من معذرت میخوام. میشه این کارو نکنی؟ نه دیگه تموم 2 سال گذشته از این داستان. میشه وقتی با هم بازی میکنیم 2 ساعت خواهش نکنی یه چیزی رو میبازیم هر چی بگی انجام میدی درسته؟ بزن چقدر خوشخنده است مرتضی چیزی که زیاده اکسه وفا نداره اکس فقط بذار بغل میکروفون اون صداش بگی شماره که مورد نظر منو بلاک کرده اکس یه بار دیگه برای فعالسازی سرویس عبادت عدد 1 الو سلام مریم جان خوبی؟ مرتضی هستم. مریم جان کر شدی؟ بگو معذرت میخوام تو دنبال آقا این دنبال داستانه بگو معذرت غلط کردم معذرت میخوام منو ببخش شماره که مورد نظر اشغال است لطفاً تماس بگیرید The number you have dialed is busy now Please try again later غلط کرد رو من قطع میکنه آدرس خونه‌شونو دارم این فکر کردم مثلا 2 تا 7 تا میشه دورت به جواب بده شماره گیری نمایید شماره که مورد نظر اشغال است لطفاً بعدا تماس بگیرید The number you have dialed is busy now Please try again later چی بهش گفتی چی ولش کن تمام میگم دیگه نیاز نیست بیشتر از این کش نده دیگه اون چیزی که باید مشخص میشد شد خودمو خراب بعد چی گفتی بهش بودی کر شدی آره بابا آخه ما این داستان داشت کات کردیم این نمیخواد توضیح بدی اوکی بعد منو میخواست اصلا اوکیه داداش اوکی یعنی 50-50 بود من میخواستم اونا ما رو نمیخواستن فنی زده
اون ندادم حاکری مقتدرانه عالی بود. آره. عالی ببین بود. جواب میداد یه جوری منو خراب میکرد، یعنی ببین یه خور مکالمه پیش میرم خیلی هم بد دهم به خانواده ما نمیگم خدا رو سر از آن مردانشون که ما اینو ولی واقعا آدم جوری باید کات کنه مثل مرتضی. داداشم واقعا چطور بود؟ عالی. جدی میگی؟ واقعا عالی بود. لذت بخش بود. نه دیگه نگفتم به اکسای بعدیش زنگ بزنم. این چی میگم؟ اکسای بعد دیگه نگفتم. این چرا؟ فکر کنم میشه دوست پسرش بود. به خدا ببین اصلا گفت الو کارت قطع کرد. بعد چرا بعد سریای بعدی رد تماس داد؟ با چند بار برام ریپلی میکرد استوریامو. چشمک چرا میزه داره؟ نه میگم ریپلی میزد. چه اینطوری میگه؟ اگه منو نمیخواد چرا داره با هم توی کشور زندگی میکنه؟ کردین ممنون از نگاه زیباتون. مرتضی عزیز امروز در کنار خودمون داشتیم و جان این اصلا این بچه از کشورهای خارجی هم نگاه می‌کنه اصلا حرکت زشته. انشالله این لوح نقره‌ای منه. انشالله لوحه بشه طلایی کنار هم دیگه، یعنی خانواده یوتیوبیمون خیلی بزرگتر بشه، کنار هم دیگه کلی لذت ببریم. لایک سابسکرایب. مرتضی مرسی که امروز بودی، دمت گرم داداشمی. مرسی از شما که ما رو تا این لحظه نگاه کردین. لطفا نظرات خودتون رو واسه من بنویسین، میخونم، خیلی انرژی میگیرم، خوشحال میشم. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.